ay 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 همیشه بخند و سر و ببر از دلا ay 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 دوباره بلند شو امید و ببر از کجا با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از رویا از شب شب غم تا سحر ما جانمون از فردا ay 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 هر پنجشنبه ما پیک شادی. سلام و درود به همه شما یاران و همراهان پیک شادی. سلام به همه اشرف نشان‌های پرشوری که در هفته گذشته با تظاهرات‌ها و کارزارهای پیاپی خودشون صدای مردم و مقاومت ایران رو طنین انداز کردند و علیه ننگ زد و بند با فاشیسم مذهبی شوریدند و خروشیدند. برنامه این هفته رو در حالی آغاز می‌کنیم که روز گذشته یعنی 15 تیر ماه سال روز پرواز مجاهد والا و پاکباز مسعود فرشی بود. اگرچه در این یک سال صدا و تصویر مسعود فرشی رو در قاب پیک شادی نداشتیم، اما بی تردید تمام برنامه‌های پیک شادی با حضور مسعود همراه بود و یاد و خاطره اون مجاهد والا مقام همواره زنده و رویان هست. همه ما دستاندرکاران پیک شادی همواره از روحیه سرشار مسعود و لبخندهای اطمینان بخش او و از مهر و لطف شما بیننده های عزیز کمک گرفته و میگیریم تا بتونیم چراغ پیک شادی رو هرچه فروزانتر کنیم. آرزوی همیشگی مسعود فرشی یعنی هدیه کردن خنده به لبها و شادی به دلهای شما عزیزان رسالت همیشگی ماست و همیشه تلاش میکنیم تا برای تحقق همین آرزو گام برداریم. در سالگرد پرکشیدن مجاهد والا و پاکباز مسعود فرشی با یاد و خاطره مسعود و نقش‌های متنوع و جالبی که در پیک شادی اجرا کرده همراه میشیم و بعد با ترانه‌ای خاطره انگیز یاد او رو گرامی می‌داریم. گفتنی که زیاده، اما همکارانم اطلاع میدن که ظاهرا یک تماس داریم. بله میشنویم. آقا من گلایه دارم خدا تا نه چی مسعود برنامه داره، با خودش کار دارم. تازه گیرش آوردم، دل من خونه این وسط 10 سال خون تو این دل من جمع شده، الان باید بگم همه رو. این چه راه دادی؟ قرار نبود اینطوری بشه که. قرب ببرم اون روزی که می‌خواستی شخصیت طراحی کنیم واسه ما، شخصیت قطعی بود که استراتژیست نظام و مشاور عظما ساختین از ما با دکترای کردانی و یک کامیون خاطرات مرحوم ابوی که صبح تا شب تو کار روشن کردن این اون باشم. خب این بحثش مفصله، زیادم به موضوع برنامه‌مون ارتباطی نداره. اگر موافق باشی اینو بذاریم برای یه موقع دیگه. ما خیابونای تهران رو حفر میکنیم، بکنیم، تبدیل میکنیم به کانالای بزرگ. آقایون، من مأموریت دارم از جانب رایش که سرزمین‌های تحت کنترل رایش رو امروز و دیروز هر دو روز در کار دفاعی نسبتا ناموفق بوده. حالا خود کرباسچی پشت تریبون صحبت رو به دست میگیره، یه دروغ کوچیک، یه دروغ دیگه، با یه دروغ بلند میره که خطرساز باشه، اما محسنی مدارک رو به اوت میفرسته. این قضیه رو همراه بکن با تهاجم ماهواره‌ای. شما تهاجم ماهواره‌ای داشته باش. بدبخت الاقتصادمون فهمیدی؟ یکی اونه میاد که زبان ما حالش میشه، مثل ما لحظانه فضای سپت میزنه. من حرفی ندارم، ولی شما خب صورت حساب ما رو هم در نظر بگیر دیگه. آخه گل اینقدر لوس میکنی خودشه، بدبختی بینوا. توی مشاور درست حسابه بیاور مقام ها، اونطوری اصلا میکنه بابک زنزانه، فهمیده؟ آفتاب تابان است، قبله عالم در میان میدان است، وسط آسمان است. ببندید درها را، بچرخانید سرها را.
بس ایزی اونجوری نگاه نکن. تو که آخه تو اصلا از عقل راحت داری که از عقل شروع خیالت راحت آسان. دیگه دنده عقب ترلی 18 چرخ پر میلیارد میبره بالای گردنه 30 کیلومتر بدون کسی بهش فرمون بده. نگاه استراتژیکی بندازم به کل وضعیت نظام از بالا. اگه وای بیستادی دعوا میکردی بهم میگفتن که آینده مقام عظما یه طوریه که این حال بدبختیش پیش شمش طلا. اوضاع یه مقدار سه هست. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض کردم بله میفهمودن که شانس یک بار در خونه آدمو میزنه بعد شانسی دستش رو زنگ ور نمیداره. سانتریفوژا دیگه چی رو غنی کنم بدبخت بیچاره. با بدبختی رفتیم یه مسیری که دیگه برگشتنی نیست. یکی از شیوه های لو رفته ولی فقیه برای ایزگم کردن در مواقعی که خیلی زیر فشار و درب و داغونه برگزاری جلسات بی ربطی از قبیل جلسات شعر و نقد ادبی و ایناست. رأی مردم ایران از مرد و زن تا پیر و جوون سرنگونی رژیمه. مطمئناً هیچ کدوم از طنزپردازهای پیک شادی ادعا نمی‌کنن که تونسته باشن دروغگویی آخوندی رو حتی گوشه ایش رو منعکس کرده باشن. با تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. کلا که خب میدونه که فقر و تنگ دستی ما که امر پوشیده و پنهانی نیست. چطوری میشه با اعداد و ارقام معمول شدت منفوریت آخوندهای خمینی صفت رو در بین مردم ما بیان کرد؟ یکی همچین زد تو گوش مشنگه که دور سرش همینجوری ستاره ها میچرخیدن و بلبلا سوت میزدن. یک تناقضی تو رژیم آخوندی هست، رژیم مادون ارتجاعی، بین ادا-اطوارایی که برای تظاهر به همخوانی با الزامات قرن 21 از خودش در میاره با ماهیت قرون وسطاییش. خب میدونی اگه من برم از قول تو اینو به بزن بهادر بگم، به دکتر بزن بهادر بگم که تو گفتی باید آخوند داره بزنیم، چی میگه؟ چی؟ چیزی دیگه برمیگرد میگه که شرمنده اخلاق کیانا خانوم تو 3 کلمه اصل حرفو زد. حالا آقای موشکافی یه سوالی ممکنه برای بعضیا پیش بیاد که شما این فوتوفن موشکافی رو از کجا میارین؟ یعنی مثلا چجوریه که هیچ خبری از دستتون در نمیره و همچین سر بزنگاه‌ها مچ این مهرهای حکومتی رو میگیرید؟ اولا که این نظر لطف شماست مسعود خان. رو به سپید پنجره‌ای وا شد. میگه در غارت و اختلاس از جمله سر است، در وقت حساب مطلقاً بیخبر است. با شور همیاری در دل ها تو میکاری، میسوزونی از ما رو خیلی با این kar. Ardastan ay bahar sensiz gül açmaz. Sen ile yaşayan hayatsız olmaz. Ümitler arzular yürekte solmaz. امشب هم قطعات طنزی در نظر گرفتیم در همون راستا با همون امید و آرزوی همیشگی، یعنی آوردن خنده به لبها و شادی به دلهای شما عزیزان. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله. آخرین بهار این قرن، انشاءالله که بهار آزادی مردم ایران هرچه نزدیکتر باشه و روز و روزگار نو به معنی واقعی کلمه برای مردم ایران هرچه زودتر فرا برسه.
هر آخر هفته بودی مهمانم، چون نقش شادی و گلخنده به رخ ایرانم، چون نقش شادی و گلخنده به رخ ایرانم. با پیک شادی در شب شوریدی، من با دل خونینم چون تو ز سحر میخوانم، من با دل خونینم چون تو ز سحر میخوانم. دل از یادت نور افشان است، مسعود هر دم من یادت میمانم، مسعود هر دم من یادت میمانم. در حلقه یاران جای تو سبز است، من در ره آزادی با تو به سر پیمانم، من در ره آزادی با تو به سر پیمانم. هفته‌ای که گذشت هفته‌ای پر از خبر و تحول بود. هفته‌ای با بحران‌های فراوان برای رژیم آخوندی و ضربات پیاپی به جسم ناقص ولی فقیه. بریم سراغ خبر تو خبر و ببینیم که خبر تو خبر چه خبرهایی داره برامون. Oh no, I hope I don't fuck. No, I hope I don't fuck. این هفته خبر تو خبر داره براتون. از سر گاو ولایت تو خمره اتمی و مذاکراتشون توی قطر که قرار بود حلال مشکلات باشه، اما خودشون گفتن تله بوده. بنده به مناسبتی هم عرض کردم که مسئله قطر یه تله آمریکایی هست. یه حکومت وابسته امریکایی در حاشیه خلیج فارس به عنوان یه دلال مجانی اومد وسط، به عنوان میانجیگری محل مذاکرات رو از وین منتقل کردن به قطر. با این وسیله مثلا یه کاری کنن که ما از مذاکرات عقب نشینی کنیم. این هم یه چشمه از انگلیسی بلغور کردن وزیر خارجه آخوند رئیسی که نشون میده چه تو وین باشه چه توی قطر در هر حال بالمعطله. You know, Saudi Arabia is important countries in the region. We are neighboring in the region. There is no any problems at the level of bilateral issues between Tehran and Riyadh. But we have different idea about situation in the region. We believe after King Abdullah became relation between Tehran and Riyadh not good. Tehran-Riyadh relation became more about Tehran-Saudi Arabia relation. We optimistic. با گذشت 1 سال از دولت آخوند رئیسی، صدای امام جمعه های خامنه‌ای هم بلند شده و اینطوری سرش نق میزنن. دولت میگه چند سال وقت داره؟ دولت قول داده 4 میلیون مسکن بسازه، 1 سالش تمام شد، سال آخرم که باید بریم انتخابات. 2 سال که بیشتر وقت مفید نداره. این فسفس کردن به کجا میرسه کار؟ تنبلی به کجا میرسه؟ شهردار پاسدار تهران هم اومد گفت بابا مسکن کجا بود؟ هر نفر باید 66 سال کار کنه تا بتونه یه خونه بخره. اگر کسی بخواد
بخشی از حقوق خودش رو بگذاره، بعد از 66 سال میتونه یک خونه محدود بخره. لذا ما به سرعت وارد بررسی موضوع شدیم، قرارگاهی رو تحت عنوان قرارگاه مسکن احداث کردیم. قرارگاه مسکنی که این دزدا درستش کنن احتمالاً محصولش این میشه. یه ساختمون توجه ما رو جلب کرد. ساختمون فکر کنم قطرش 2 متره. این مغازه هم میبینید فکر کنم فقط در است. یکی میره توش همینجور وای میسته بیرون نگاه میکنه. یادتونه پاسدار سبزعلی رضایی وقتی کاندید ریاست جمهوری آخوندا بود توی نمایش مناظرات چه قمپوزی در میکرد؟ ما امروز در سخت‌ترین دوران زندگی خود بعد از انقلاب هستن. حتی در زمان جنگ ما این سختی ها رو واقعا نداشتیم. گرانی، بیکاری، تبعیض، فساد، نوسانات دائم. اصلا مردم نمیدونن فردا چه خبره. یعنی فردا نمیدونن در حقیقت چه خبر هست. اما آیا تورم رو میشه کاهش داد؟ بله میشه. حالا که شده مشاور اقتصادی رئیسی دیگه این قمپوزها رو یادش رفته و همه چیز رو انداخته گردن مردم. مشارکت مردم در اقتصاد نمیشه کارهای بزرگ انجام داد. ما جنگ رو که وظیفه دولت‌ها بوده با مردم انجام دادیم. حالا اقتصاد رو نمیشه بدون مردم که اصلا اساسش مردمی دولت بخواد به تنهایی اقتصاد رو حل. حالا تو این وضعیت بشنوید از آخوند رئیسی که میگه زیاد نگران نباشید، همه فشارها مال امسال نیست، بقیه‌اش رو گذاشتیم برای سال بعد. مجلس صحبت کردیم برخی از این موارد رو بتونیم امسال با توجه به اصلاح اقتصادی که انجام دادیم امسال این کار انجام نشه. این کار رو ما بتونیم به تأخیر بندازیم که چند علت تورمی در یک سال اتفاق نیفته. میشه اینو سالهای بعد اقدام کرد که این پیگیری رو داریم از طریق مجلس انجام بدیم. یه لایحه 2 فوریتی تهیه کردیم برای مجلس که برخی از افزایش ها رو ما بگذاریم برای سال بعد. الان بشه کار رو مدیریت کنیم که از این مرحله بتونیم ان شاءالله با کمک خود مردم عبور کنیم. بله، سهم مردم ایران توزیع فشاره، اما به مزدوران لبنانیشون که میرسه براشون برق ارسال میکنن. پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای تولید 1000 مگاوات برق در شمال لبنان و 1000 مگاوات در جنوب این کشور 3/4 نیاز لبنان رو تأمین میکنه. یه وقت فکر نکنید این سیاست‌های اقتصادی فقط محصول مغز رئیسیه ها. نه، آخوند رئیسی کلی اقتصاددان به خط کرده. بسیاری از اقتصاددانها رو بنده میتونم به خط بکنم برای رفع مشکلات کشور و این کارو خواهم کرد. علیکم السلام. سلام علیکم. حاضری تو ایران زندگی کنی؟ عظما دنبال یه دولت و مجلس یه دست بود، اما حالا ببینید تو استبل ولایت چه خبره. همکاران گرامی، کسی با تحقیق و تفحص مخالف نیست، منتها ما در کمیسیون کشاورزی حاضر شدیم این تحقیق و تفحص به نام تحقیق و تفحص کلی است و به نام یک استان. اگر انتقال آب بد است به یزد هم بد است، اگر انتقال آب اشتباه است به بن و بلوجن هم اشتباه است، اگر انتقال آب اشتباه است از شمال آقای نوبری ببخشید یه لحظه نه اجازه بدید آقای نوبری یه لحظه این نمیشه آقای کمیسیون کشاورزی. البته این سگ دوا فقط خاص مجلس نیست، اینا تو همه جا در حال پاچه‌گیری از همدیگه. خب باشه اعلام رأی بکنن آقای پولادی، ما در خدمت. اعلام رأی کردید؟ نه دیگه، خب شما نکردید ما کردیم. می‌خوایم زمان برسیم به آخه این که نشد که شما هر وقت دلت بخواد حرف میزنی، توهین میکنی به همه، بعدا میگی شما رئیس مجمع که بچه بازی. یعنی شما بچه اید؟ یعنی من اینجوری صحبت میکنم؟ واقعا منم متاسفم. خلاصه این که موتور عظما افتاده تو سرپایینی
و همینطوری میره تا کله پا شدن. مشنگستان این هفته رو با خزعبلات آخوند پهنیان شروع میکنیم که برای امام گور به گوریش یه خالیبندی جدید جور کرده. ما همون خون شاهنامه فردوسی تو وجودمون جاری هست. الان بچه‌های ما اگر رو شاهنامه خوب کار بکنن، کاراکتر امام، شخصیت امام رو ببینن، میبینن همونه. او رستم دستان ماست در جلوه‌های دیگری. همینطوری که دارید به مقایسه بین خمینی و رستم میخندید، توجه شما رو به این اظهار نظر خمینی ملعون جلب میکنیم که با اون همه ادعا هنوز نمیدونسته که زمین سیاره است و نه ستاره. مدیر این عالم طبیعت، یعنی در این من نجمه کوچک، در این زمین که یک ستاره کوچک است، اداره امور این زمین به دست کارگران است. از اونجایی که سوتی‌های آخوند رئیسی تمومی نداره، شیوه‌های خندیدن به ریش رئیس جمهور خامنه‌ای هم تمومی نداره. یه نمونهش رو با هم ببینیم. من میگم شما تکرار کن. 36 شهرستان استان فارس. 36 شهرستان استان فارس. نه ببین، 36 شهرستان استان فارس. 36 شهرستان استان فارس. نه بذار اصلا یه جوری بگیم. استان فارس 36 شهرستان داره. استان فارس 36 شهرستانه. تشییع جنازه تو نظام ولایت کم بود، حالا یه تشییع جنازه ژاپنی هم بهش اضافه شد. بینندگان محترم، تصاویری که مشاهده می‌کنید به صورت زنده از مراسم تشییع پیکر کونیکو یامامورا، مادر ژاپنی شهید بابایی است. مراسم تشییع پیکر مرحوم صبا بابایی، مادر ژاپنی شهید محمد بابایی، همکنون از مقابل مسجد انصارالحسین خیابان پیروزی تهران در حال برگزاری است. تشییع جنازه که این باشه، احتمالاً نوحش رو هم این باید بخونه. از ژاپن بریم به ونزوئلا و ببینیم پولای عظما با چاوز چی کار کرده. آقای چاوز این اواخر به شدت مذهبی شده بود و حتی توی کاخ خودش یک کلیسای کوچیکی درست کرده بود و دعا و نیایش و اینها میکرد. و جالب اینه که خدمتتون بگم به امام مهدی هم اعتقاد پیدا کرده بود. یکی از جلسات مختلف نام امام مهدی رو میبرد. توی تیوی ریش اومدن یه برنامه شاد و خانوادگی درست کنن، اما نتیجهش این شد. آقا سلام علیکم. آقای کیخای کوچیک، خوبی عزیزم؟ ماشاءالله. در خدمتی، بفرمایید. خیلی خوش اومدید. آقای کیخا بفرمایید. میخوام میکروفون. به تو هم میکروفون میدیم. ببخشید این آقا پسر گلتون. الان نگاه کن. ببین منو. چه حیرونی. به بابات نگاه کن الان. میخوام میکروفون. خب. حالا همینجوری صداتو میشنوید. بفرمایید آقای کیخا. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما. میکروفون تو من میخوام استفاده کنم. بسیار خوشحالم که افتخار اینو دارم یک بار دیگه در خدمت شما و مردم خوب استانمون و شهر شیراز باشم. قربون شما. بیا آقا من یه میکروفون بدم به این آقا پسرتون. شما میکروفون رو دست نزنید. الهی من فدای شما. بینجا پیش خودم. یه دقیقه پیش خودم بشین. بیا مهدی تو هم میکروفون بیا بده بهش. بیا بده میکروفون بهش. آقای کیخا خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم. ببخشید. از لطف و محبتتون. آقا این میکروفون هم بدیم آقا پسر شما. خیلی ممنون. اینم میکروفون برای شما. خوبه؟ سلام رو ماهت. سلام کرد به همه بیننده ها. این روشنه. الان روشنه. میذاری مامانت هم صحبت کنن الان؟ نه؟ در پایان توجه شما رو به یک ارکستر تک نفره، اونم بدون وجود هیچ سازی جلب میکنیم.
دی بارسلون دی بارسلون. چه خبرته بابا؟ مگه اینجا استادیومه؟ الان صاحبخونه میاد هممون میریزه بیرون ها. مثل که بازی رئال و بارسلونه ها. الان همه دارن نگاه میکنن، حتی خود صاحبخانه هم دارن نگاه میکنن. خسرو اینجاست آقا سفتر، داره فوتبال تماشا میکنه. بازم نشستی پای فوتبال؟ پسر جان میگم جایی که همینجوری بشینی پای فوتبال، خب روی 4 تا تخم مرغ میشستی شاید جوجه میشدن. احساس مسئولیت که نداری، حداقل حس پدری رو تجربه کن. مگه قرار نبود 4 تا تخم مرغ نیمرو کنی واسه نهار بخوری؟ آقا جان خب بگو اسی بره درست بکنه که حداقل اون موبایلش یکم هم نفس بکشه. فوتبالش حساسه، من نمیتونم برم. من نمیدونم این همه فوتبال نگاه کردن چه معنی داره. مگه چی به تو میرسه پسر؟ آقا جان مگه خودت این همه میشینی سریال تو ماهواره میبینی بهت حقوق با مزایا میدن؟ وقتی امشب از ترکیب شام خوردن حذفت کردم گذاشتمت رو نیمکت ذخیره، میفهمی نباید برای من بلبل درازی کنی پسر. جهت اطلاع بارسلون هیچ وقت بازیکن اصلیش تو ذخیره نمیذاره. لطفا تو نیمروی من یک کمی هم پیازم بزن. خواهیم دید. میگم حالا این بازیکن‌ها این همه رو موکت میافتن دردشون نمیگیره؟ موکت نیست، چمنه. چرت نگو. چمنو چجور پررنگ و کمرنگ کردن؟ آقا سفتر چمنه، با چمنزن اینجوریش کردن قربان تو برم. نه بابا، حالا اینجا کجاست اینقدر سرسبزه؟ جور کن صبح جمعه بریم اینجا یه پیکنیکی بزنیم بابا. آقا سفتر آقا تی بالا میستر، اونجا اسپانیاست، پارک ملت نیست که. ای داد بیداد، بازی دست با چلوفتی تو بزد تو اوت. دست با چلوفتی ندیدی قربان تو برم من. میگن اون قدیما جنتی داشت با خرش فوتبال بازی میکرد، بهش گفتم مرد حسابی آقا آدم با خر فوتبال بازی میکنه. جنتی گفت خیلی هم خر نیست، الان سهی جلویه. بنازم به جوردی آلبا، عجب شوت جانداری زد. فکر کنم هر روز فسنجان میخوره. فسنجان؟ مثلا تو میدونی فرق تو با توپ فوتبال چیه؟ نه آقا جان چیه؟ توپو باید شوت کنی تا گل شه، ولی تو خودت همین جوری شوتی. ده آخه اسپانیا که فسنجون ندارن که. آقا جان مثال زدم، منظورم اینه که رژیم غذایی توپی دارن، کباب و از این چیزا خوب میخورن. ای خدا مردم از گشنگی. راست میگه آقا سفتر، مثل تیم ملی ما نیستن که. یه بار بازیکنان میگفتن قبل از مسابقه با تیم ملی بحرین بهشون کشک بادمجون داده بود. بازی رو باختم قربان تو. اسی جان فرق اونا با ما اینه که اونا آخون ندارن. گفتی آخون؟ اینجا نوشته حوزه علمیه گفته 90% روحانیت بیکار هستن. یعنی تا حالا با 10% نیروها شما را بیروز انداختن؟ ولی از حق نگذاریم یه ساخت و سازه هم دارن میکنن. نه بابا والا ایناش رئیسی فرمان داده که سریع فوری انقلابی 8 هواپیمای 72 نفره بسازن. ای خدا مردم از خوشی. هواپیما؟ براش بنویس شما ویفر رو یه جوری بسازید که اون نخ قرمز رو میکشیم درست باز شه. حالا هواپیما نساختی کله پدرت. اون رئیس جمهور شیش کلاسه رو ولش کنید. تو رو خدا این یه خبر گوش کنید. بخون بابا. اخوند صالحی رئیس سازمان تبلیغات عظما گفته برگزاری مراسم عزاداری شادابی و تراوت جامعه را زیاد میکند. پس امیدوارم ننت به عزاد بشینه که همیشه ملت شاداب و با تراوت باشن. گل گفتی بابا. پس پیاز نیمرو من یادت نره آقا جان. ای کارت بخوری تا. صدای ناله تو یادم نمیرسه ای دلی، روزی که با یاد برجام به ریشت حنا زدی. محال یادم بره کرک و پر ریخته تو که تو بیتت مثل یه مگس منو صدا زدی، که تو بیتت مثل یه مگس منو صدا زدی. سنگرت خالی شد و پیره در اومد،
دفعه باید بری قربون عمت. سنگرت خالی شد و پیرت در اومد، این دفعه باید بری قربون عمت. اون روزی که قاسمت کتلتی تو تابه شد، یه دفعه وارفتی و عین هوماس فلو شدی. محسن فخری با یه شلیک کلوف به و گفت سنگک سوخته و تدیک تو زیر چلو شدی. سنگرت خالی شد و پیرت در اومد، این دفعه باید بری قربون عمت. سنگرت خالی شد و پیرت در اومد، این دفعه باید بری قربون عمت. یادته که خوش نداشتی دولت و مجلسیا بیانو بر سر اسرار نظام جدل کنن. حالا اون پاسدارایی که هی تو رو باد میکنن، تو روزای فتنه باس اسرائیل رو بغل کنن. سنگرت خالی شد و پیرت در اومد، این دفعه باید بری قربون عمت. سنگرت خالی شد و پیرت در اومد، این دفعه باید بری قربون عمت. نزدیک به 1 سال از شروع رسمی کار رئیسی جلاد به عنوان رئیس جمهور رژیم میگذره. میخوایم ببینیم که الان رئیسی در چه نقطه‌ای هست و همراه میشیم با بابک. بابک سلام میکنم بهت. الان رئیسی تو چه نقطه‌ایه و اخیراً چه دسته‌گل جدیدی به آب داده؟ نقطه رئیسی که مشخصه. رئیسی هر کاری بکنه، هر حرفی بزنه، هر اقدامی انجام بده، خودش پیش‌فرض دسته‌گل محسوب میشه. اما یه کاری این وسط مسطا کرد اواخر ماه گذشته که رفته بود بازدید کارگاه هواپیماسازی و یعنی تعمیر هواپیما که دستور داد 8 هواپیمای مسافربری با 72 سرنشین یعنی ظرفیت 72 نفر سریعا ساخته بشه. بله، هم سفری که به اصفهان داشت. بله دقیقاً. اگه اجازه بدید کلیپش رو ببینیم که خودش گویاست، بعد ادامه بدیم. در سفر سید ابراهیم رئیسی به اصفهان، حسین علی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت رئیسی در بازدید از هواپیماسازی دستور داده تا سفر بعدی دولت به اصفهان 8 فروند هواپیمای مسافربری در این شرکت تولید شود. بله. حسین علی حاجی دلیگانی یعنی یکی از این اعضای مجلس ارتضا خوشخبری میده که رئیسی در بازدیدش از هواپیماسازی حسا فرمان داده که 8 هواپیما با 72 سرنشین ظرفیت 72 نفر ساخته بشه. یعنی قشنگ نوع هواپیما و ظرفیتش هم مشخص میکنه و طبق همون بایدهای معروفش باید ساخته بشه رو میگه. بله، فقط پشت همین 2 تا فرمان مونده بودن که این 2 فرمان هم بده. بله دقیقاً. کل صنعت هواپیماسازی ایران پشت همین 2 تا فرمان که نوع هواپیما و ظرفیت هواپیما مشخص بشه ساخته بشه. راستش من اینو شنیدم یاد داستان ناصرالدین فرنگ رفتن ناصرالدین شاه افتادم. کدوم داستانه؟ چون چند تا داستان داره فرنگ. من یه دونه‌شو الان با یادم، حالا چندین داستان داشته باشه. این رفته بود فرانسه فکر کنم. ناصرالدین شاه که عقل و شعور درست حسابی البته از رئیسی خیلی بالاتر بود عقل و شعورش. بهش ماشین هدیه داده بودن. این که فرق ماشین و قاطر اینانه که نمیدونست، براش عجیب بود، خوشش اومد. بعد گفت قیمت این ماشین چنده؟ اون فرانسوی‌ها گفتن که به رسم دیپلماتیک و سمبولیک یه قیمتی گفتن، سمبولیک گفتن 2 تومن. این 10 تومن از جیبش در آورد گفت 5 تا از این ماشینا برای ما بیارید که اصلا نشون میداد اصلا تو باغ این چیزا نیست. مثل همین رئیسی که میره بازدید این جایی که اصلا نمیدونه موضوع ساخت و ساز اونا چیه. ببین فقط یک نکته رو باید حواسمون باشه. وقتی میخوای اعمال، حرکات، رفتار و افکار رئیسی رو بررسی کنی، مثل این دکترایی که میرن بیماری‌های مهلک رو بررسی کنن، گان، این لباس‌های مخصوص میپوشن، باید حواست باشه یه چیزی تنظیم کنی که مغز خودت تنظیماتش آسیب نبینه. اینجا هم چون بازخورد منفی داشت این فرمان رئیسی که برید هواپیما بسازید، سریع عقب کرد تکذیب کرد. تکذیبش هم با هم ببینیم، جالبه.
این تصمیم در دولت هم تصویب می شود. انتشار این اظهارات تکذیب دفتر رئیس جمهور را به همراه داشت. بله، منتها چون این تکذیب خیلی سریع دنده عقب گرفت رئیسی، این پاچه‌خوارا و شلمغزایی که نشستن که هر چی رئیسی و خامنه‌ای بگن سریع اجرا میکنیم، دیر بهشون رسید. من جمله یه پاسدار ارتشی هست به نام آشتیانی که وزیر دفاع همین رئیسیه. این تا حرف از دهن رئیسی در اومد برای خوشرخصی گفت وزارت دفاع دستور داده که برید بسازید. منتها وقتی تکذیب شده این نفری که پشت نشسته جلوی ترمز میگیره ما سر میره تو شیشه. شبیه اون داستان اون دوتا شده بودن، دوتا شلمغز که یکیشون مایتابه گرفته بود که پرنده ها رد میشن تخم بندازن توی مایتابه، اون یکی رفته بود روغن داغ کرده بود که نیمرو بخورن. دقیقاً همینجوری اینم فیگور گرفت که برید هواپیما بسازید. این فیگور این وزیر دفاع هم ببینیم خوبه. اما بلافاصله وزیر دفاع برای اجرایی شدن این خواسته رئیس جمهور دستور داد. بله دقیقاً بابک، داستان همون دیوونه‌ای که یه سنگو میندازه تو چاه میشه اینجوری. یه تفاوت داره. اونجا دیوونه‌ای که میندازه چند تا عاقل هستن میرن سنگو در میارن. اینجاشون تو رژیم عاقل پیدا نمیشه، دومینوی سنگ اندازی شروع میشه توی چاه. ولی همش هم مشکل شعور و نمیدونم اینکه میخوان مثلا یه کاری بکنن عقلشون نمیسه نیست. توی یه بنبستی گیر کردن که به ضرب سیلی میخوان صورتشون رو سرخ کنن، بعد چنین چیزای مبتذل و حرافی‌های پوشالی میکنن. ولی فضاحت موقعی تکمیل شد که رئیسی اومد این قافو بپوشونه. یعنی اومد این خیلی قاف گرفته، یعنی خیلی قاف توی حتی تو خود رژیم بازخورد منفی داره این قافه، شروع کرد که بپوشونه. یه دلیلی آورد، دلیلش هم اگر ببینیم خوبه، اشاره میکنه به اون سفرش به تاتارستان. فردای آن روز هم رئیس جمهور از خاطرات بازدید چند سال پیشش از هلیکوپتر سازی تاتارستان گفت. در آنجا از مجموعه هلیکوپتر سازی بازدید کردم. امکاناتی که دیروز در اصفهان دیدم بسیار گسترده‌تر و دقیق‌تر از تاتارستان بود. از آنها خواستم هواپیما با 72 سرنشین بسازند. این انتظار تحقق ناپذیر نیست. این رو به عنوان نه یک انتظار تحقق نایافتنی اعلام کردم. حتما از شما میخوام به سرعت دست به کار بشید، هواپیمای با 72 سرنشین رو سریعا در کشور بسازید. اول این امید اینجا همون جاییه که باید حواسمون باشه با لباس گان بریم. اول یه ذره شوک این حرف رئیسی بیاد. رفته تاتارستان هلیکوپتر سازی دیده. حالا ببین تاتارستان چه کشوریه، در صنعت هلیکوپتر سازی نمیدونم چقدر مطرحه. بعد اومده تو رژیم رفته اصفهان کارخونه تعمیر هواپیما دیده، نتیجه گرفته که 8 هواپیما با 72 نفر ظرفیت باید ساخته بشه. چه ربطی به هم داره؟ اینجا فکر کنم اون لباسی هم که میگه اثر نکنه. آره باید فقط با حواسمون تنظیمات مغزمون به هم نخوره. حالا همین دلیل رو ببینید خود رژیم چی میگه، خودی ها به رئیسی چی میگن. کلیپ این قسمت هم اگه دارید بذارید. و سرانجام اینکه آیا الگوی معتبرتر از تاتارستان وجود ندارد؟ ببینید خود رژیمی هم صداش در اومده، میگه آخه بابا آدم که نمیره مثلا تو هواپیما سازی با تاتارستان خودشو قیاس کنه. اما همین کارخونه به اصطلاح تعمیرگاه هواپیما گفتم بالاترین قسمتش، فعالترین قسمتش قسمت رنگامیزی بدنه است که فقط هواپیما رنگ میکنه و اسم میذاره روش. یک تجربه داشته تو ساختن هواپیما، اونم رفته یک هواپیما یک کشور دیگر رو گرفته رنگ کرده، اسمشو گذاشته ایران 140، 5 تا از اونها رو رنگ کرده به اسم هواپیمای ساخته تولید داخل فرستاده توی خطوط هوایی که 4 تاش سقوط میکنن، پنجمین هم افتضاح اصلا کل رده خارج میکنن. اینم از زبون خودشون بشنویم همین رزومه این کارخونه هواپیما سازیشونو. شرکت حسا در دهه 70 ایران 140 ساخته شد. در مجموع 5 فروند از این مدل هواپیمای کوچک مسافربری منتاج شد، اما با سقوط تدریجی 4 فروند آن ادامه پروژه متوقف شد. بله بابک میگم ولی بد نیست رژیم هواپیمای مسافربری درست بکنه، فقط با این شرط که یه سال اولشو فقط سران رژیم بشینن توش پرواز کنه. بله اگه این شرط رو قبول کنه به جای 800 تا درست کنه، به جای ظرفیت 72 نفر به اندازه ظرفیت کل مقامات نظام خامنه‌ای رو ببره تو فرست کلاس بنشونه که همون جزو همون 4 تای سقوط کرده باشه. ببینید اینها اوهامات و تخیلات و به طور واقعی به ضرب زیلی صورت سرخ نگه داشتن یک رژیم منحط پا به گوره. به خامنه‌ای و رئیسی باید گفت آقا سوارکاری پیشکشت، قاچ زینه بچسب، به تو هواپیما نمیخواد بسازه، تو همین مرغ تخم مرغ مردم حل کن که حل نخواهی کرد و این سرنوشت که تو داری با این دروغ‌ها و با این شعاف‌ها هیچ عایدت نخواهد شد و تو رو از این سرنوشت محتوم خلاصی نیست. امیدوارم تونسته باشیم که این قسمت از دستگل رئیسی رو هم یک کمی بحث کرده باشیم. البته به اندازه خودش نمیتونیم فضاحت اینو ارائه بدیم. بله خیلی ممنون بابک.
از اینکه در برنامه این هفته ما شرکت کردی. ازت خداحافظی میکنیم و تا برنامه دیگه با تو همراه خواهیم بود. بینندگان عزیز، برنامه پیک شادی رو همراه با شما ادامه میدیم. این چی بود؟ بابا خفه شدیم از این انفجارا. کم مونده تو لوزالمعده‌مون هم بمب بذارن. ریس ریس قال قال. آخه این چه وضعی می باشندی؟ سامانه کت خدایی نگو، آبکش بگو. این کیست که اسرار فینیتو را درز می دهندی؟ کت خدا آقا، کت خدا آقا، همش تقصیر این تاپ می باشندی. دشمنان قپش را دزدیده می باشندی. قال قال کارش را بساز. ریس ریس چه شد پس؟ باز هم که رخنه داری مندی. کت خدا آقا، همش زیر سر قال قال می باشندی. از وقتی که بچه هایش را به فرنگ آباد فرستاده بدجوری مشکوک می زنندی. ببریدش. این دم آخری که خدا از سایه خودش هم همی ترسندی. روزی که خمینی دجال به ایران اومد و دیکتاتوری ولایت فقیه رو جایگزین دیکتاتوری سلطنتی کرد، از مستضعفین دم میزد و تلاش میکرد تا با دجالیت خاص آخوندی حکومتش رو حکومت مستمندان جا بزنه. ایران حکومت مردم است، حکومت مستمندان است، حکومت مستضعفان است. بله، در این 40 سال همه مردم ایران به چشم دیدن که منظور خمینی دجال از مستضعفان چه کسانی بود و همه به چشم دیدن که مافیای غارتگر سپاه و انگلزاده‌های دزد با سرمایه‌های مردم ایران چه کردند. یکیشون دامادش رو جوونی ساده معرفی میکرد که هیچ چیز نداشته، اما بعد افتضاح سیسمونی گیت بیرون زد. ما برای بحث ازدواج خب واقعا خواستگار متعدد میانن. پیشون گفتم که خودت گفتی لیسانس دیگه، الان لیسانس گرفتی که شما ازدواج کن. باشه. گفت من شما یه خواهش دارم. گفتم چی؟ گفت بابا من رو به قدرت و به ثروت ندی. خب من دامادم واقعا افتخارم بهش میکنم، از یک خانواده‌ای که رزمنده، خانواده شهید، یه جوانی که روزی که با دختر من ازدواج کرد نه ثروتی داشت. یکی دیگه‌شون که پدرزن پسر خامنه‌ای هم هست، از یه داماد دیگه‌اش تو تلویزیون حکومتی اینطوری رونمایی کرد. یه داماد دیگه‌ای دارم ژاپن و در آمریکا هم کار پژوهشی کرده. ایشون که شوهرش در یک خانواده شهید پروری اصلا در آمریکا به دنیا آمده و بعد از اونجا آمده دختر ما رو گرفت بردن آمریکا، یه 3 سالی بودن. بله، دید داشتن یه داماد آمریکایی خیلی دیگه آبروریزیه، به همین خاطر یه خانواده شهید پرور گذاشت کنارش تا قضیه رو ماسمالی کنه. فقط نگفتش که اون خانواده آمریکایی تو کدوم جنگا شهید پرور شدن، تو جنگای استقلال آمریکا یا توی جنگای ویتنام. یکی دیگه شون هم پاسدار زاکانیه که قضیه صادر کردن دخترش به دانشگاه‌های خارجی رو اینطوری تعریف میکنه. میخوام تلاش کنم برم رشته‌ای که داخل کشور نیست. من بهش گفتم بابا جان اگه رشته‌ای هست خارج از کشور که داخل کشور نیست و کشور نیاز داره، بنده اقبال دارم و استقبال میکنم تو بری. بله، در شرایطی که مردم ایران در فقر به سر میبرن و با گرونی دست و پنجه نرم میکنن و در شرایطی که بچه‌های ایرانی حتی از تحصیل در مقاطع ابتدایی هم
باز موندن، ببینید که این آخوندای با عمامه و بی عمامه چقدر راحت از فرستادن بچه‌هاشون به دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی حرف میزنن. اینجا با توجه به تغییر رشته که می‌خواست بده، عملاً براش امکانش نبود که بره تو مقطع بالاتر. برای پذیرش چند جا رو امتحان کرد و بالاخره اونجایی که پذیرش گرفت، آره. اراده کنم این الان هر زمینی به نامت بکنم، پول بیت المال و نهار تو شامت بکنم، پورشه و بنز عقب و جلو این ور و اون ور تیکا، هر کی بخواد حرف بزنه دهنشو میکنم صاف. وای تو آقا زاده منی، ملت و هی تیغ میزنی، قربون اون قد و بالا تو کافه های لندنی، سید علی پشت توه، لاری جانی تو مشت توه، هرچی نفت و گاز داریم همه اینا واسه رشد توه. بیا سری بیا سری جونم چه پدری، بیا سری بیا سری جونم چه پسری، هی میگی دری بری چه پسری چه پسری، بگو برام چی میخری چه پدری چه پدری. با فیگور و اشوه هی بده تو رشوه، برو پتایا پسرم واسه انتخاب رشته، حالا بیه یه چشمه اختلاس و عشقه، اینقدر خوب میدوزی بابا یه هوی نزنه چشمت، اینجا نظام همه دزداست بساط مفخوری برپاس، ولی فقی تا وقتی که هست مملکتم از باز. بیا سری بیا سری جونم چه پدری، بیا سری بیا سری جونم چه پسری، هی میگی دری بری چه پسری چه پسری، بگو برام چی میخری چه پدری چه پدری. دوستان عزیز، همراهان گرامی برنامه پیک شادی، در پایان برنامه امروزمون یه بار دیگه برای همه هموطنانمون در سلسله کارزارهای پیش رو آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که این تلاش‌های مشترک درخشانتر از همیشه پیش بره و صدای مردم و مقاومت ایران رو به رساترین شکل ممکن بازتاب بده. با امید به اینکه برنامه این هفته پیک شادی مورد توجهتون قرار گرفته باشه، تا دیدار دیگه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. شاد و سرشار و سرفراز باشید. دوباره بلند شو امیدو ببرن کجا، با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از رویا، از شب شب غم تا سحر ما جانمون از فردا، هر پنج شنبه با ما پیک شادی.